خطرناکترین درخت جهان که یک گونه مهاجم در ایران است، بویژه در مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور گسترش یافته. این گیاه یا درخت تهدید بزرگ برای کسانی که کشاورزی میکنند یا زمین زیاد دارند، زیرا این درخت خیلی سریع رشد میکنه و خیلی تعدادشون زیادتر و زیادتر میشن. این درخت علاوه بر ضررهایی که داره، چند مزایا هم داره که در ادامه ویدیو به آنها میپردازیم. این درخت به دلیل توانایی بالای خود در تطبیق با شرایط سخت و به سرعت در مناطق مختلف از جمله سواحل، زمین و حتی در کنار جاده و مزارها گسترش پیدا کرده است. گستردگی و اثرات: کهول آمریکایی که به عنوان گونه غالب در بسیاری از اکوسیستم‌های ساحلی جنوب ایران مطرح شده است. مطالعات نشان می‌دهند که این گسترش این درخت در 20 سال اخیر افزایش پیدا کرده است. در برخی مناطق بیش از 11% از وسعت مناطق با غالبیت شدید کهول بیش از 60% است. کهول آمریکایی می‌تواند با گونه‌های بومی رقابت کند و بر فلورای منطقه تاثیر منفی بگذارد. دلایل گسترش و کاربردها: در گذشته این درخت را به این دلیل می‌کاشتند که توانایی آن در تثبیت شنهای روان و جلوگیری از فرسایش خواهد تحمل شرایط سخت محیطی به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک رایج بوده است و همچنین از چوب این درخت برای سوخت و سم و تانون آن برای مصارف مختلف استفاده میشه. علاوه بر اینا بعضی از چوب این درخت برای ساختن کلبه‌ها یا باغ‌ها استفاده میکنند. دیدگاه‌های مختلفی در مورد این درخت است. کسانی که موافقند: برخی از کارشناسان و دستاندرکاران امور جنگل کاری به دلیل تحمل بالای این درخت به شرایط سخت محیطی و خواستار ادامه کاشت آن هستند. مخالفان: در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان و محققان به دلیل تأثیرات منفی آن درخت بر محیط زیست و غیره خواستار شکنی یا حداقل خودداری از کشت آن هستند. خطرات بهداشتی: برخی مطالعات نشان می‌دهند که این درخت می‌تواند باعث ایجاد حساسیت و مشکلات تنفسی در انسان می‌شود. فروت کنترل: به دلیل گسترش سریع و تأثیرات منفی، تلاش‌هایی برای کنترل انتشار و مدیریت این گونه در ایران در حال انجام است. نتیجه‌گیری: کهول آمریکایی که در ایران یک پدیده بسیار پیچیده است که از یک سو به دلیل توانایی‌اش در تثبیت خاک و تحمل شرایط سخت در گذشته به عنوان یک گونه مفید شناخته می‌شد و مورد استفاده قرار می‌گرفت، از یک سوی دیگر به گسترش بیش از حد آن و تأثیرات منفی‌اش بر اکوسیستم نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده است. کنترل و مدیریت سریع این گونه و جلوگیری از گسترش بی‌رویه آن امری ضروری است. ممنون از اینکه تا اینجا این ویدیو را تماشا کردید. برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و حمایت از ما باید کافی لایک را بکنید.